پس از حمد الله و صلوات و درود به پایان بر امام مجاهدین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش و اصحاب کرامش، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری، تا زمانی که به قبرها داخل می شوید، خواستم قصه درباره برادری و اخوت برای شما بگویم. شاید کینه در قلب‌هایمان باشد، نسبت به برادرهایمان دور شود و محبت زیاد شود. ای دوست و برادری من، پیش از آن که قصه را بگویم، از تو معذرت می‌خواهم و بخشش می‌پرسم و تو نیز مرا ببخش. به خاطر الله تو برایم عزیزی. اگر در رفت گفتن این قصه خطاگی کردم، الله عز و جل مرا ببخشد. قصه چنین است: رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را به محبت و برادری تشویق نموده و اهمیت و تداوم آن را گسترد فرموده است. در جنگ احد مسلمانان پس از پیروزی قطعی شکست بسیار سنگین را متحمل شدند و 70 نفر از جمله امک پیامبر صلی الله علیه و سلم حمزه رضی الله عنه و شهادت رسید. دندان و سر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن جنگ شکست، در حالی که ایشان صلی الله علیه و سلم در سن 57 سالگی بودند. و خلاصه مسلمانان دچار سختی، درد سر و مصیبت‌های زیاد شدند، چرا که تعداد از مسلمانان از فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی نموده و جای مهمی که ایستاده بودند رها کردند. در آن لحظات سخت و دردناک مسلمانان مشغول کندن قبرهای شهدا بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده بود که هر 2 نفر را در درون یک قبر دفن کنند. مردان به سختی مشغول کندن قبرها بودند و اندوهی از دست دادن 70 برادر مجاهد قلبهای آنها را پر از درد و غم کرده بود. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم صدا زد و گفت که عملیات دفن را متوقف سازند. سوال شد: ای رسول الله، چرا کار را متوقف کنیم؟ ما می‌خواهیم کار دفن را که به سختی انجام داده ایم تکمیل نموده و خانه هایمان برگردیم. پس چرا کار دفن را متوقف کنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: در میان کشته شدگان عمرو بن جموح و عبدالله بن حرام را بیابید. پرسیدند: چرا ای رسول الله؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: آن 2 را با هم دفن کنید، چرا آنها در دنیا همدیگر را به خاطر الله دوست داشته بودند. الله اکبر. و رحمت الله بر تو باد ای محبوب دلها. او می‌دانست که هیچ چیز نمی‌تواند اورای آشنا با همدیگر و دلهایی را که به طاعت و عبادت و محبت الله با همدیگر الفت داشتند از یکدیگر جدا کند. حتی مرگ نمی‌تواند آنها را از همدیگر جدا کند. و فردای رستاخیز آن 2 صحابی دوستدار همدیگر از یک قبر و به همراهی هم برانگیخته خواهند شد. سبحان الله. آیا شما چنین دوستی را سراغ دارید؟ ای برادران، شما هم نسبت به دیگر برادرها رشته دوستی خود را حفظ بسازید. شاید سبب نجات از آتش جهنم گردد این دوستیت انشاءالله. پس از این گشت و گذاری لذت بخش در بستان اخوت و برادری، میخواهم قبل از اتمام بحث برای شما از همین بستان 2 گل بسیار زیبایی را بچینید. اولی ورود شما به بهشت و دومی دوری از آتش جهنم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: روز قیامت 2 بنده پیش الله متعال می روند و یکی از آنها می گوید: یا رب، حق مرا از برادرم بگیر. الله جل جلاله به آن مظلوم می فرماید: آنچه را که از برادرت به ظلم گرفته ای به او باز پس ده. او می فرماید: یا رب، نیکی هایم را بر مقابل بدی هایم از بین برده ای. الله عز و جل به آن مظلوم می فرماید: من نیکی های این برادرت را از بین بردم. مظلوم می گوید: پس یا رب، از گناهان من بردار و بر دوش او بگذار. الله می فرماید: آیا بهتر از آن را نمی خواهی؟ آن مظلوم می گوید: یا رب،
آن چیز است؟ الله می‌فرماید سرت را بلند کن و بنگر. آن شخص مظلوم سرش را بلند می‌کند و قصری را می‌بیند که تا کنون مانند آن قصر ندیده است و سپس می‌گوید یا رب، این قصر از آن کیست؟ متعلق به پیامبری است و یا شهیدی؟ الله متعال می‌فرماید نه، بلکه آن قصر از آن توست. می‌پرسد یا الله، چگونه از آن من می‌شود؟ الله در جواب می‌فرماید و اوفی برادرت. و بلا فاصله آن مظلوم میگوید یا رب، او را عفو کردم، او را عفو کردم. الله می‌فرماید پس دست برادرت را بگیر و هر دو به بهشت وارد شوید. رحمت‌های چقدر فراوان و برادری در راه الله چقدر زیبا است. اکنون به من بگویید آیا فقط ریختن اشک ندامت کافی است یا باید کینه‌ها و دشمنی‌ها را عملاً از قلب‌هایمان ریشه‌کن کنیم؟ حالا آن گل دومی را که وعده داده بودم به شما میگویم، مگر آن را شما فراموش کرده اید؟ ای برادرانم، من آن را فراموش نکردم، پس خوب گوش کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کسی از آب و روح و ناموس برادرش دفاع کند، الله در روز قیامت آتش جهنم را از صورتش دور خواهد کرد. یعنی هر کسی به غیبت برادر مؤمنش راضی نباشد و در آن امر ناشایسته شرکت نورزد و از آب و روح و ناموس وی دفاع کند، در روز قیامت الله متعال آتش جهنم را از او دفع می‌نماید. یا رب، اسلام چه دینی با شکوهی هست؟ آیا شما دینی را سراغ دارید که همچون اسلام سعادت و سلامت و محبت و دوستی را برای جامعه و ارغمان آورد؟ شما را به الله از همین حال برخیزید و تمام کینه و کدورت‌هایی را که نسبت به برادر مسلمان در دل دارید از ریشه برآرید تا الله منان آن را پاک و خالص ببیند و گناهان و خطاهایمان را ببخشد و امت اسلامی و پیروزی و سرفرازی نایل شود. پس بیایید تا همه با هم قلب و روح واحد باشیم و خود را از یک امت واحد بدانیم. شاید که الله منان حالمان را دیگرگون سازد و دوباره عزت از دست رفته دیروز را بیاورد و در زیر یک پرچم باشیم. بیایید تا دینمان را نصرت دهیم و رب خویش را از خود راضی بسازیم. و از شما خواهش در حق این مجاهد خاکی دعای خویش را فراموش نسازید. برادر شما ابو قیس است. زمن رنجیده ای دوست، بخشش از تو میکنم. ز زخم زبانم گر آزارت دادم، عذرخواهی میکنم. کلی بنی آدم خطاست، خطای کرده ام معذرت. در این دنیا ز من بگذر که آنجا سخت است، زاریت میکنم.